کسی رو خونتون دعوت نکنید. ببین انرژی خرافه نیست. زمانه قدیم گفتن وای فلانی میاد خونمون برامون دعا میاره. حالا طرف دعا رو مینداخت تو خونشون یا نمینداخت. همیشه 4 نفر مثل من بودن که بگن بابا اینا خرافاته. اما بذار همین من بهتون بگم انرژی خرافات نیست. انرژی که آدما از خودشون منتقل میکنن خیلی هم واقعیه. بعضی آدما واقعا به قدری منفی هستن و به قدری انرژی منفی از خودشون ساطع میکنن که اگه حتی از 1 کیلومتری زندگی رد بشن اینو برقشون تو رو میگیره. واسه همینم حواست باشه شکستایی رو به خونت دعوت میکنی. تو پیش خودت میگی یه مهمونی دیگه همه رو دعوت کردم اینم بیاد. ولی حواست باشه کیو به خونت دعوت میکنی. اگه میدونی آدم بدیه، اگه میدونی انرژی منفی داره، یه لطفی در حق خودت و خانوادت بکن. نو وارد جایی که داری زندگی میکنی نکن. آی فامیل زشته، آی پشت سرمون چی میگن، آی گناه داره. نه. اون انرژی منفیش زندگی تو داغون میکنه. ثابت شده است. خود دانی.